مقامات تاجیکستان با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا شرطهای ورود مسافران به این کشور از ترکیه و افغانستان را پرزور کردند. سردار ریاست امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی حالتهای فوق‌العاده و کمک فوری و طبی وزارت تندرستی تاجیکستان نوروز جعفروف روز 26 اپریل به خبرگزاری خبر گفت شهروندان همه دولت‌ها امکان طریق راه هوایی به تاجیکستان وارد شدن را دارند، ولی مسافرانی که از استانبول ترکیه و کابل افغانستان میآیند از سنجش مخصوص گذشته باید از کووید 19 تست علاوگی سپارند و تا معاین شدن نتیجه تست مدت 3 روز در کرانتین خانگی نشینند. به گفته جعفروف برای وارد شدن به تاجیکستان مسافران از دیگر سمت‌ها نیز باید معلوماتنامه برای نداشتن سرایت به کووید 19 پیشنهاد نمایند. مسافرانی که از روسیه، امریکا، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان میآیند با تست منفی از کرونا ویروس به مملکت راه داده میشوند. شرایط وارد شدن مسافران از استانبول و کابل در حال پرزور کرده شد که بنا به خبرها وضع کرونا ویروس در ترکیه و افغانستان دیگر باره رو به افزایش آورده است. در ترکیه برای مثال هفته گذشته هر روز بیش از 60,000 مورد سرایت به کرونا ویروس ثبت میشد و پرزیدنت رجب اردوغان در کشورش برای 5 روز از 22 تا 26 اپریل لاکداون مطلق جاری کرد. در این روزها ساکنان ترکیه تنها برای خرید غذا و داروواری می توانستند از منزل‌های خود بیرون بروند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از اول سال 2021 بعد آنکه که پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سال نویش گفت کرونا ویروس در تاجیکستان تقریبا به نیستی رسیده است، دیگر یگان مورد سرایت به کرونا ویروس را در کشور ثبت نکرده است. شماره عمومی گرفتار شدگان به این ویروس در تاجیکستان طبق آمار وزارت تندرستی در حد 13,000 و شماره قربانیانش 90 نفر باقی میماند، ولی منتقدان به این آمار رسمی با نظر شبهه نگاه میکنند و میگویند ادعای به نیستی رسیدن کرونا ویروس در تاجیکستان یک ادعای هنوز پیش از وقت است.